ولئن قتلتم فی سبیل الله او متم لمغفرة من الله. ولئن قتلتم اگر شما کشته شوین به خاطر حاکمیت دین الله شهید شوین در حرب جهاد، او متم یا بمرین خودتان در حالی که قصد قتال کردین، در جهاد میری نه کشته نمیش، مرگت میاد مرکز جهاد. لمغفرة من الله، حتمی بخشش از جانب الله، و رحمت بهتر است از آن چیزی که اینا جمع میکنن. یعنی باقی بودن در دنیا و مال دنیا، مغفرت و رحمت بهتر است. چیزی که یا جمع میکنه پول سرمایه، از همهش کده مرگ در میدان جهاد، شهادت در میدان جهاد، این بسیار برتری دار که در خانه میشینی و خوش هستی که من اینجا ماندم و یک خانگک جور کردیم، یک منزلک دو منزلک. الله میگه ازی کده بسیار درجه داره. اینا رو میگه شما که ششتین منافقین در خانه هایتان، اینا که شهید شدن، اینا بسیار درجه دارن. شما میمرین، شما نجات نمیافین ولی مردار دیگه. ولی متم و قتلتم لیل الله تحشرون، یعنی اگر شما بمرین یا کشته شوین به طرف الله بازگشت میکنین. بمرین در فرشتان در لیاف یا کشته شوین در سایه جنگ، بازگشتشان به طرف الله است. پس چیزی که شما را به الله نزدیک میکنه او را انتخاب کنین. چی است؟ بمونی یا هر چی که است با الله پیش میشه، ولی چیزی که رضای الله سبب میشه. جهاد فی سبیل الله، عمل در طاعتش. یک شاعر میگه که فین تکن الابدان للموت انشئت، اگر بدنها بر مرگ پیدا شود، فقط امرئ بالسیف فی الله افضل، پس قتل یک شخص با شمشیر به خاطر الله بهتر است از اینکه در خانه بمری زیر لیاف. نه در حدیث رسول الله صلی میگه که مرگ زیر لیاف بسیار سخت است. بعضی علما روایت‌ها را آوردن، میگه مثل کمی گاو یا انسان زنده پوست کنی، پوست چکش میکنه، زنده بسیار درد است. ولی مرگ شهادت مثل که یک کیک انسان میگزه، هیچ نمیفهم. بسیاری وقت شو کیک ما شما را میگزنی، شو یا روز هیچ نمیفهمیم، هیچ نمیفهمی، روحت میره به طرف الله، هیچ نمیفهمی. پس در اینجا فواید از آیات چی بود؟ کسایی که ثبات در میدان جهاد داشتن، در احد یعنی استاد شدن که انس بن نضر بود، کاکای انس بن مالک. این میگه که فلما هزم المسلمون، هر وقت مسلمان ها شکست خوردن، و اشاع المنافقون، منافقین شایع کردن یعنی تبلیغات کردن که ان محمدا قد قتل. اول مشرکین گفتن، بازیام دان بدان کردن که محمد شهید شده. الله عذر در اینجا بیان میکند که مسلمانایی که شهید شدن و مثلا بسیار کسایی که هستن، اینا که هستن بسیار درجات پیش الله دارن. سعد بن معاذ میگه، گفت که این یا سعد، یا کسی پرسانش کرد کجاستی ای سعد؟ گفت والله انی لاجد ریح الجنة دون احد، قسم به الله ما بوی جنت در پیشروی کوی احد در بینیم میاد. فمزا میگه رفت فقتل شهید شد. و مثلا به المشرکین، مشرکین به این مثال میدادن. مثلا یعنی چیزش کردن، مسلیش کردن، مثلا چشمایش و قطع کردن و گوشایش بریدن، وزش خراب کردن. فلم یعرف الا احد، فلم یعرف احد، هیچ کسی نشناخت الا اختو، خواهرش آمد تیر شناخت، دیگه کس نشناختش. از کجا شناخت؟ من بنان یا سرای انگشتای شناخت. و روایت شده است که بزم و سمانون من طعنت و ضربت و رمیت، و در بدنش دید که 80 و چند زخم ضربه و تیر خورده، 80 و چند زخم خورده بود وجودش. این واقعش در صحیح بخاری است. و ابن کثیر از عبدالله بن مسعود روایت میکنه ان نساء کن یوم احد خلف المسلمین، زنها در جنگ احد در پسر مسلمانا بود. یجهزن علی جرح المشرکین، آماده میکردن زخمی هایی را که از طرف مشرکین می آمد. فلو حلفت یومئذ رجوت ابر انه لیس احد منا یرید الدنیا، میگه اگر من قسم میخوردم عبدالله بن مسعود در امون روز امید داشتم که الله ایره براحت میداد که هیچ کسی از ما دنیا را اراده نداشت، حتی تا این که الله نازل کرد منکم من یرید الدنیا،
این که ناظر کرد میگه اصحاب رسول الله مخالفت کردن و آن چیزی که امر شده بود از جانب نبی کریم صلی الله علیه و سلم مخالفت کردن. 10 نفرشان باقی موند، دیگهشان آمدن. باز عبدالله بن مسعود میگه رحم الله رجلا ردهم عنا، الله رحم کنه یک مردی را که از اونا را دور کرد از ما. همیشه بود که میگفت که حتی تا این که 7 نفر از اینا شهید شد. با نظر کردن دیدن که حمزه قد بقر بطنه، شکمش پاره شده کیست و اخذت هند کبده، هند خانم ابو سفیان جگرش کشید، قلبش پاره کرد، شکمش هم جگرش کشید. بازو را میگه دندان زدش، فلم تستطیع ان تاکلا، نمیتونست که بخورم، دندان میزد که بخورش. و رسول الله هم بسیار غمگین شد. و صلی علیه یوم ازین 70 صلات. و رسول الله سلام باز با بالای امی حمزه 70 نماز جنازه، یعنی 70 نفر اینطور میخوان که حمزه را مانده بود. هر کی میامد پیش از او میمان تیرش میکرد، حمزه بود. 70 مرتبه جنازه شخوان مخاطر درجه. و می خاطر رسول الله هم حمزه را گفت که سید الشهدا، لقب سید الشهدا فقط به حمزه داده، به دیگه کس رسول الله هم نداده بیست. حالا هر کس سید الشهدا میگه. پس در اینجا الله متعال عالی را بیان میکنه که کسی یعنی در جنگ قتال دشمن میمرد بسیار پیش الله درجه دارد. و این کسایی که جمع میکنن دنیا را هیچ در جنگ احد فبما رحمت من الله، ارتباطش با ما قبلی است که در جنگ احد رسول الله هم قهر بود، میخواست که این مسلمانایی که فرار کرده دلش می تیر میشد که یار چی جزا بده. و الله متعال در اینجا امر میکنه پیامبر صلی الله علیه و که تو بسیار نرم دل هستی، اینا را عفو بکو، ببخشش. و اخلاق پیامبر صلی الله علیه و بیان میکنه. اگر در میدان جنگ کسی که بگریزه از نگاه نظامی او را چی میکنن؟ او را بسیار جزای سخت میده، حتی اعدام میکنن. بعضی کسا اعدام میکنه. الله میگه که نه، عفو کو صابره. فبما رحمت من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر فاذا عزمت فتوكل على الله ان الله يحب المتوكلين. بسبب رحمت از جانب الله لنت نرم شدی از برای صحابه. ولو كنت فظا، اگر تو می بودی بد زبان، غلیظ القلب، سخت دل، لانفضوا من حولک، حتمی پراگنده میشدن از چارگردت. فاعف عنهم، عفو بکو از اینها، و استغفر لهم، طلب بخشش بخواد برای از اینها، و شاورهم فی الامر، مشوره بکو در اینها، در کارهای امورات دنیا و جنگی و غیره. فاذا عزمت فتوکل علی الله، وقتی قصد کردی توکل تا به الله بکو، اعتماد به الله بکو. ان الله یحب المتوکلین، بدون شک الله دوست دارد اعتماد کننده به الله را. ینصرکم الله فلا غالب لكم و ان یخذلکم فمن ذا الذی ینصرکم من بعده و علی الله فلیتوکل المؤمنون. اگر نصرت کند شما را الله فلا غالب نیست، غالب شونده و زورآور به بالای شما هیچ کسی. و یخذلکم اگر الله شما را نصرت و مدد نکنه، فمن ذا الذي ينصركم من بعد، کسی شخصی که شما را نصرت و مدد کنه بعد از اینکه الله شما را ترک کرده. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خاص به الله توکل بکنه مؤمنا. در اینجا الله صفات رسول الله صلی الله علیه و بیان میکنه که اخلاق بسیار بزرگ داشت پیامبر صلی الله علیه و اخلاقش بسیار عالی بود. به سبب رحمتی که از جانب الله لنت لهم، نرم شدی تو از برای از اینها. این رحمتی که الله در قلبت انداخته است تو نرم شدی با صحابه. یعنی با وجودی که اینا مخالفت امر تو را کردن، نافرمانی کردن در جنگ، فرار کردن از جنگ، تو را تنها ماندن، زخمی شدی. تنها خود چند صحابه بود ولی اکثرش گریخته بود، بازم تو نرم شدی. الله میگه این رحمت الله است. یعنی نرمی با مؤمنین، یک مؤمن با دیگه خود نرم باشد، گناه یک دیگر را ببخشه، این رحمت الله است. او که سخت دل است او رحمت برای از او نیست. ولو کنت فظا، اگر تو می بودی فظ، جافی الطبع قاسی القلب، یعنی بد زبان می بودی، طبیعت درشت می بود، قلبت غلیظ القلب می بودی، معامله به سختی می کردی، لانفضوا من حولک، حتمی متفرق می شدن اینها، می گریختن از چارگرد تو.
چرا؟ زیرا می سختی در کلام که از بازی دل سخت می باشه، قلب. و کسی که بد زبان سخت دل باشه و بد اخلاق باشه، کسی چارگرد از اون نمیمانه. اون میتونه که یک رهبری درست داشته باشه. الله میگه نرمش بسیار خوب است. در حدیث هم میاد که ما دخل لینو فی شین، داخل نمیشه نرمی در یک چیز الا زانه، یا ما دخل الرفق، نرمی در یک چیز داخل نمیشه الا زانه مگر زیبایش میکنه. و ما دخل العنف فی شین، سختی در یک چیز داخل نمیشه الا شانه مگر او را عیبناکش میکنه، خرابش میکنه. فاعف عنهم، عفو بکو. الله امر میکنه پیامبره آنچه تکلیف هایی که برای تو از جهت از اینا رسیده عفوشان کن. سعی کن بخاطر از اونها حتی بر رسول الله هم تکلیف رسید، دندانش شهید شد، نه روش زخمی شد، از بدنش خون رفت. و استغفر لهم، طلب بخشش بخواه از الله بر اینا، یعنی مغفرت بخواه، بگوی الله اینا را ببخش، خودت هم ببخش، از الله بگوی الله اینا را ببخش. دعای پیامبر هم خوب قبول میشه. و شاورهم، مشوره بکو فی الامر، در تمام کارهایی که سیاسی و جنگی مشوره بکو تا که مردم با تو اقتدا بکند. امام حسن بصری میگه که ما شاور قوم، مشوره نکرده قوم هیچ وقت الا هدو مگر هدایت شدن لارشد امورهم، به بهترین چیزها. مشوره بسیار خوبه، انسان خودش فکر خالی نکنه، در هر کار که یک اهل شورا مشوره بکنه، البته اهلش مشوره باشه. رسول الله هم بسیار مشوره میکرد با اصحاب خود، بسیار. به می خاطر بود که خلفا هم زیاد مشوره میکرد. ابوبکر، عمر، عثمان، علی بسیار مشوره میکرد. فاذا عزمت فتوکل علی الله، مشوره کردن بعد میگه واجب است، بعد میگه مستحب است. شورا یعنی شورا داشته باشه. رئیس دولت پیامبر رئیس دولت مسلمانان، اینا در شورا نظر داده میشه. با تصمیم که میگیره فاذا عزمت، تا که است واحد مخاطب است. وقتی که قصد کردی، تصمیم گرفتی، اراده کردی به یک کار، فتوکل الله. چند نظر در یک شورا میتی، مردم میته، آخری تصمیم کی میگیره؟ امیر مسلمان ها یا رئیس دولت مسلمان ها. اینجا باز کسی الزامی کده نمیتونه که نظر خود سر از او ملزم بسازه. ده اکثر علما جمهور میگن که اهل شورا نظر خدا الزامی به بالای امیر کرده نمیتونه که بقبولانه. مثلا در جنگ کسایی که مانعین زکات بودن، شما میفهمین که اکثر صحابه مشوره داد، مشوره شانی بود که چیز شود، جنگ نشه با مانعین زکات، اکثریت. ولی ابوبکر رد کرد نظرشانه، گفت نه، گفت نظر ما ایست که باید با امروز اینا جنگ شود. اسلام گفت مثل یک زنجیره است، امروز زکات نداد، دیگر روز میگه نماز نمیخوانم، دیگر روز میگه روزه نمیگیرم، دیگر روز میگه حج نمیکنم، دیگر روز میگه دعوت نمیکنم، قتال بیخی کل اسلام همیتو، دیگر روز میگه حرمت شراب قبول ندارم، دیگر روز میگه حرمت قتل قبول ندارم، سرقت قبول ندارم، قمار حرام بودنش. گفت اسلام مسکل میره، گفت نمیشه. ولی اونمو خیر بود، اونمو رئیس دولت مشوره میکنه، شورا است، ولی نظر شورا الزامی نیست. همین گپ اسلام هم نیست، از این هم فهمیده میشه. فتوکل علی الله، فاذا عزمت، قصد کردی، فتوکل علی الله. قلبت که در کار بسته شد، بعد از مشوره اعتمادت به الله بکو، حرکت کو دیگه. ان الله یحب المتوکلین، الله کسایی که به الله اعتماد میکنه اونا رو دوست داره. کسایی که کار خدا هم به الله میسپارن، و افوض امری الی الله، الله اینا رو دوست داره. امروز مردم چی میگه؟ اعتماد به نفس. اعتماد به نفس مهم است؟ نه، اعتماد به الله است. نفس این که یعنی انسان بزدل نباشه، تصمیم بگیره، صحیح. ولی اگر بگویی که اعتماد به نفسی که توکل به الله نکنی، عقیده خطرناک است. این ینصرکم الله فلا غالب لکم، در اینجا بشارت میده الله، اگر الله نصرت کند شما را، یعنی اگر الله اراده نصرت تا نبکند، فلا غالب لکم فلا یمکن لاحد ان یغلبکم، هیچ امکان نیست که کسی شما را مغلوب کنه، شکست بده. اگر الله بخواد که شما را کامیاب کند در جنگ و در هر جای، کسی شما را شکست داده نمیتونه. پس اینجاست که ما همیشه باید مدد از الله بخوایم در همه کارهای خود. و یخذلکم، اگر الله بخواد که اراده خذلان تا نکنه. خذلان چی میگه؟ ترک معونت نصرت تا نکند، باز
فمن ذا الذی ینصرکم من بعدی، کیست و کسی که شما را نصرت کنه بعد از ترک نصرت الله، بعد از اینکه الله شما را به حالت خودتان بانه. هر وقت که واقع شود از برای شما نصرت در روز بدر، در روز احد الله نصرتتان نکرد، کل کار پیش الله، عزت و نصرت پیش الله. در احد نصرتتان نکرد اون توشین، در بدر الله نصرتتان کرد. ولقد نصرکم الله ببدر، شای کنین شما غالب شدین، هیچ برتان تکلیف نرسید، اینجا نکرد، اینطور شدین. یعنی شما نه، اگر الله نصرت کنه هیچ کس شما را شکست داده نمیکنه. اگر ارتباطتان با الله قوی بود، عمل و تقوا، هیچ شما شکست نمیخورید. اگر ارتباطتان از الله قطع کردین، اطاعت فرمانبرداری الله را نکردین، باز وقت الله نصرتتان نکرد، خلاص دیگه از نگاه وسایل خود مسلمان فعلا هم چیز نداره. اوقات که نصرت الله نباشه خطرناک است، ما شکست میخوریم. در حدیث صحیح میاد که رسول الله صلی میفرماد المؤمن المسلم اخو المسلم، مسلمان برادر مسلمان است، لا یظلمه، ظلم نمیکنه یک مسلمان به بالای دیگر، شانش نیست، ولا یخذله خذلان، نصرتش ترک نمیکنه، نصرتش ترک. یک مسلمان مصیبت تکلیف برش رسید، اما عقیده تا حتمی به نصرتش بدوی، باید به شتاب بیایی، ولا یسلمو، به دشمن تسلیمش نمیکنه. و در دیگه حدیث میگه که انصر اخاک ظالما او مظلوما، برادر مومن اگر مظلوم است نصرتش کن، اگر ظالم آمد. صحابه گفت انصر مظلوما، مظلوم حتمی ما نصرت میکنیم. فکیف ننصر ظالما، ظالم چه قسم نصرت کنیم؟ رسول الله صلی گفت تمنعه من الظلم، مانعش از ظلم، و ذلک نصرک، یا اینمی نصرتت است، نمانش که ظلم کنم. ولی ما شما بسیار می جمله میبینیم، یک مصیبت که در یک مسلمان بیا گم میشه، کلگی کم پیدا میشه، کمش میمانه. نه، و نصرت یک دیگه قوی استاد باشه، این فرض است، این میام فرض است. تنهایی نیست که در مجلسایی که امن است آمین چیق زده برو بلند، هیچ کسی پرسان نمیکنه و شاباسی هم میده. تنها اسلام خوی نیست، فرایض عملی کردن. بعد ما شما فرض میمانه به نوافل خدا محکم کردن. و علی الله فلیتوکل المؤمنون، خاص به الله اعتماد بکنن مؤمنین. مؤمنین اعتمادش به کی باشد؟ تنها به الله. علی الله معنای تخصیص، فقط به الله، به دیگه کس نکنین اعتماد، دیگه کس نمیتونه. و ما کان لنبی ان یغل و من یغل یأتی بما غل یوم القیامه ثم توفى كل نفس ما کسبت و هم لا یظلمون. نیست از برای نبی که خیانت بکند در غنیمت، هر کسی که خیانت بکند میاد در روز قیامت با او خیانت کردگی، ثم توفى، باز پورا داده میشه، کل نفس، هر شخص انسان را، ما کسبت، و اعمالی را کسب کرده، و هم لا یظلمون، ظلم نمیشه به بالای از اینها. افمن اتبع رضوان الله کمن باء بسخط من الله و مأواه جهنم و بئس المصیر. آیا کسی که تابع شده، روان شده بر رضامندی الله، مثل آن کسی است که بازگشت کردگی به غضب از جانب الله، و مأواه جهنم، جازی آتش است، و بئس المصیر، بدترین بازگشت از جهنم. هم درجات عند الله، اینها درجات است از برای از اینها پیش الله. هر کس انسان ها درجه داره، کافر مومن. والله بصیر بما یعملون، الله میبیند و اعمالی را که انجام میتن. در اینجا الله رد میکند به یک توطئه بعض منافقین کرده بودن. یک قطیفه سرخ در روز بدر گم شده بود از مال غنیمت. بعضی مردم گفت لعن النبی اخذها، شاید پیامبری را گرفته باشد. الله آیت عنوان کرد که پیامبر خیانت از شأنش گپ نیست که پیامبر خیانت کنه. شما چطوری گپ میزنید؟ خب منافقین در بین بود، منافقین کار میکرد. حالی هم میگم تو منافق هست، خب در بین ما شما هم هست، خب همین کارا را میکنه. او را که تزو میجنگانه، او را که تزو گپ ازی را به او میبره، گپ ازی را به او. و ما کان لنبی، الله میگه مناسب نیست، جایز نیست، امکان ندارد برای نبی، نه شرعا نه عقلا، هیچ نبی ای یغل، این که خیانت بکنه در غنیمت. غلول خیانت در مال غنیمت هم میگه. این بسیار خطرناک است، یعنی نفع شأن است، یعنی شأن پیامبری نیست که در مال غنیمت خیانت کند. توبه، تصور نمیشه، خیانت اخبان حتی تصورش نمیشه. و من یغلل، هر کسی که خیانت بکند در مال غنیمت،
در غنایم مسلمین یک چیزی را یأتی بما غله یوم القیامت، میاد در روز قیامت بما غله، با مو خیانتی که کردگیست، حاملا له علی نقی. رسول الله صلی میگه که می خیانتش کرده چیست در می گردنش همی تو زده میشه بلند می باشه. اگر کدام گوسفند زده بود تو هم تو سر شانه شد وق کده میاد، کدام گاو زده بود تو مو، شطور بود اگر شمشیر چی که بود تو تو هست، اون مثل میشه. الله در پیش روی کل مردم را رسوا میکنه. مجاهد در مال غنیمت خیانت کردن مثال خطرناک. جهاد میکنی بسیار الله رحم کنه. در دوران روسا مجاهدین جهاد کردن، خیانت هم زیاد بود. ثم توفى كل نفس ما کسبت، باز پورا داده میشه هر انسان و جزای و اعمالی را کسب کرده. و هم لا یظلمون، ظلم با بالای زنا نمیشه، یعنی اگه گناه نکرده زیاد نمیشه، اگه ثواب کرده ثوابش کم نمیشه. پیامبر شما چطور این گپ میزنید؟ افمن اتبع رضوان الله، یعنی دو قسم مردم از الله میگه، یکی کافر است که تابعداری غضب الله را میکنه، یکی مؤمن است تابعداری رضامندی الله را میکنه. این دو برابر نیست. آیا کسی که تابع میشد بر رضامندی الله، رضامندی چیست؟ فرایض انجام میدهد، گناه دور میشه، است به رضایت الله. آیا این مثل کسی است که بازگشت کرده به غضب الله گرفتار شدگی است؟ یعنی این دو برابر نیست. کسی که خیانت میکنه در مال غنیمت، این در غضب الله گرفتار است. کسی که جهاد به خاطر حاکمیت دین الله میکنه و تابعداری رضامندی الله را میکنه که پیامبر است، این دو هیچ وقت برابر شده نمیتونه. و مأواه جهنم، جایزی آتش جهنم است کسی که غضب الله را تابعداری میکنه. و بئس المصیر، بد جای بازگشتش جهنم. هم درجات عند الله، یعنی همین انسان ها متفاوت هستند پیش الله در منازل، مختلف منازل دارند. کسی که تابعداری رضوان الله را کرده رضامندی شد، کرامت است، ثوابهای زیاد است. کسی که در غضب الله گرفتار شدگی است، ذلت است، عذاب دردناک است. و باز دیگه درجه‌ای که کافران در جهنم فرق میکنه. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، در پایین طبقه جهنم. ابو طالب چون که خدمت کرده به رسول الله صلی الله علیه و آله میگه که بر از یک جور چبلی آتشی داده میشه که فرقش میجوشه. این کمترین عذاب جهنم است، هم مغزایش میجوشه. اینیم یک درجه از فرق میکنه. کسایی که ایمان دارن عمل میکنن، چقدر اینجا عمل میکنی همان قدر درجه بالا. اگر نه که با ما اندازه بسیار کم بودی، خود حتی در آتش جهنم میری. یا کسی که جهنم بره و بیاید بسیار خطرناک است. دیگه وقتی که درجه داره مومن، ما شما تلاش کنیم که آخرین این درجه ها را بگیریم، نصفش خو بگیریم، تلاش کنیم. خب والله بصیر بما یعملون، الله میبیند و اعمالی را که شما انجام میته، هیچ چیز از الله پنهان شده نمیتواند. حال الله احسان خدا بیان میکنه با بالای مؤمنین، میگه شما این تکلیف ها میاد احسان یاد کنین که الله پیامبر روان کرد کتاب. مصیبت ها مدنی است، احسانات الله را یاد کنین. یک مصیبت که آمد نگوین که الله چطور شد. مثل همون زن آواری، زن که است، زنای نافا، هر قدر احسان شاور برش بکنه، یک روز که یک چیز پیدا نشد، باز ببینی چی میگه، ما رایت من که خیرا قط، هیچ ما از تو خیر ندیدیم، تا که در خانه آمدیم زندگیم خراب شده، یک روز خوبه ندیدم. اگر این 10 سالش خوب تیر شده، برای یک روز یا نان نبود یا گب نشد، نه این تو ناشکری میکنه. الله میگه این مصیبت ها را بانی نعمت نبوت سعی کنید، چقدر نعمت ها سرتان کنید. خیر این تکلیف کلش اجر داره، بسیار تسلی میته الله، مؤمنین بسیار دوست داره. این تو تسلی میته، اگر چی از خو الله در قصه انسان نیست، گناه کنید در جهنم روانت میکنه. لا یسأل عما یفعل، کسی پرسان هم کده نمیتونه، مسئول هم نیست پیش مخلوق الله، ولی مؤمن بسیار دوست داره. و کان بالمؤمنین رحیما، رؤوف الرحیم، بسیار شفقت میکنه، بسیار مؤمن دوست داره. خصوصا مؤمنینی که کتر رسول الله بود، اونا را بسیار دوست داشت. لقد من الله علی المؤمنین، بدون شک الله احسان کرده به بالای مؤمنین. اذ بعث فیهم رسولا من انفسهم، زمانی که روان کرد در بین از اینها پیامبر از جنسشان. یتلو علیهم آیاتی و یزکیهم، پیامبر وظیفه‌اش است که بیان کنه به بالای از اینها آیات الله را، آیات احکام دعوتشان بده، و یزکیهم، و پاکشان کنه از عقاید کفری و شرکی، اخلاقای بد.
و یعلمهم الکتاب تعلیم بده به اینا کتاب الله را، کتاب الله را معنا و مفهوم برشان یاد بده. و الحکمت حکمت سنت این که شرح کتاب سیره یادشان بده. و این کانوا من قبل لفی ضلال مبین، اگر که بودن اینها پیش از آمدن قرآن و پیامبر در گمراهی آشکارا. از این فهمیده میشه که کسی قرآن سنت نخواند، نفهمه، نه عقیده صحیح نه عملش. یا این کانوا من قبل لفی ضلال مبین. امیال ما شما مسلمان ها را میبینیم قرآن نمیفهمه، حدیث این تو یک عقیده داره چیزایی میگه که ایران میمانی که ایمان داره نداره. انسان که میبینه قرآن که میبینی چی میگه هیچی میگه. الله میگه بدون شک احسان کرده به بالای مؤمنین وقتی که روان کرد در بین از اینا رسولا پیامبر. فیهم چی معنا؟ فیهم یعنی عربی است، در بینشان عرب است. من انفسهم از جنس خودشان بشر است، خوب میشناختن بشر است و عرب است، به زبان خودش گپ میزنه. اگر که رحمت برای کل جهان است ولی اینا زود فایده گرفتن. از اینجا علامه علوسی میگه، حنفی در روح المعانی میگه کسی اگر از عربی بودن پیامبر انکار کنه کافر است، اگر از بشر بودنش انکار کنه کافر است. بگوید نور بود بشر نبود، در حالی که صفات بشری پیش رسول الله هم بود. همین بشری که ما هستیم، ظروف بشری و همین چیزایی مثل ما شما بشر بود. فرقش دایی بود که بر از وحی میشد دیگه. الله میگه در بین از اینا عرب است و بشر است. عرب نباید ما عرب من حیث عرب بد ببریم، و عربی را ما بد میبریم که به اسلام برابر نیست. عربی که به اسلام برابر است بسیار دوستش داره، با اونا بسیار، حتی قریشی باشه بسیار درجه داره. رسول الله هم قریش بسیار تعریف کرده. یتلو علیهم آیاتی که بیان میکند به بالای از آیات ما را. وظیفه پیامبر چی است؟ یتلو قرائت کنه، وحی را بیان کنه، دعوتشان بده. اول دعوت آیات الله را. و یزکیهم و پاکشان کنه از گناه ها، اخلاق بد، عقاید کفری و شرکی. تزکیه. رسول الله هم چی بود؟ دعوت کننده بود اولین. دیگه چی؟ مزکی، تزکیه کننده، یعنی مرشد اعظم. مرشد پیامبر سلام بود. حالا یکم تا میگه بیا پیش پیر صاحب بریم، مرشد پیر مرشد میگن. حالا رسول الله هم تزکیه نمیگه، راه تزکیه را نشان نداده. میگه ما چیستیم؟ صوفی تزکیه، طریقه نقشبندی فلانی. در این طریقه بیا که تزکیت کنه. حال طریقه رسول الله هم تزکیه داره یا نداره؟ اگر داره خیلی دیگه در دیگه طریقه میبری. اگر او طریقه رسول الله هم چرا نام دیگر سرش ماندی؟ مردم نقشبندی و چشتی هم مختلف نامه مانده. و یعلمهم الکتاب تعلیم میته به اینا کتاب را، قرآن را. قرآن عظیم شان بزرگ. اولین معلم وحی کی است؟ رسول الله صلی الله علیه وسلم. انما بعثت معلما، معلمی بسیار درجه بالاست، خصوصا معلم قرآن که خیرکم من تعلم القرآن و علمه. بهترین شما کسی است قرآن یاد بگیره یا به دیگر یاد بده. شما هم بهترین است، یا یاد بگیرین دالت یا به دیگر یاد بده. قرآن تعلیم قرآن پیامبر میداد. و الحکمت حکمت سنت مطهره، شرح قرآن، سنت احادیث. و این کانوا من قبل اگر که شان سخنیست اینا بودن پیش از آمدن قرآن، بعثت پیامبر و پیامبر آمدنش با قرآن، لفی ضلال مبین در گمراهی آشکارا در تاریکی ها بودن. قرآن آمد انقلاب آورد، از ظلمات بر روشنی آمدن و افضل امم شدن. نه اگر نه عرب ها چوپان گفته همو پادشاه فارس گفت که یک مش چوپان پایلوچ ایچی گفت مرا دعوت میتا. همو تو بودن بسیار ضعیف بودن، تمدن نداشتن، انسانیت نمیفهمیدن زندگی را دیگه. یک ظلم تجاوزاتی بود، در جهالت محض بودن. این تو جاهلایی بودن که سنگ و چوب عبادت میکردن، عقل نداشتن که اله چی است. قرآن آمد از او رهبرای دنیا ساخت، از اونم پایلوچا، عرب ها، چوپان ها. اکثرش زندگی چی داشت؟ کوچی بودن، کوچی انتقالی، بادیه نشین بودن اکثرش. از 6% به جزیره عربستان 1% زندگی دائمی داشت، 5% انتقالی کوچی بود.
سرزمین عرب هم مقدر چیز نداشت. 2% از بسته کل شبه جزیره عربستان 2%ش خشک بود، 1%ش آب داشت، زراعت دیگه نداشت چیزی. فقیرترین بودن، ضعیفترین بودن، جاهلترین بودن، حتی با امی مشهور هستن. امی چی را میگه؟ امی بی سواد نافهم. این تو جهالتی بود که یکی سر دیگه ظلم میکرد، داکو بودن، بدماش بودن، زندگی قبیلوی. الله قرآن آمد انقلاب آورد، انقلاب رهبرا ساخت. اونایی تو کردن که به کل قرآن عمل کردن. ما و شما که هستیم حتی نمیخوانیم یا خواندیم هم عمل نمیکنیم، میکردیم یگام تاش عمل میکنیم، کلش عمل نمیکنیم. به همین خاطر ما و شما هم تو هستیم. در زندگی ما و شما زود تغییرات نمیاد. ما هم دنیا را خوش کردیم. اولما اصابتكم مصیبة قد اصبتم مثلها قلتم ان هذا قل هو من عند انفسكم ان الله على كل شيء قدير وما اصابكم يوم التقى الجمعان فباذن الله وليعلم المؤمنين. اولما ای وقتی که رسید بر شما مصیبت قد اصبتم مثلها، بدون شک شما رسانده بودین دو چندی از زیره به کافرها. قلتم ان هذا، گفتین که از کجا شدی مصیبت، چرا آمد؟ قل بگوی پیامبر هو من عند انفسکم، یا طرف نفسای خودتان است، یعنی گناه خودتان است. ان الله علی کل شیء قدیر، الله بر هر چیز قدرت داره. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله، آنچه که رسید بر شما در روزی که روبرو میشد دو جماعت با اجازه الله است. ولیعلم المؤمنین، تا که مؤمنین آشکارا بسازد. این جنگ احد باز الله بیان داره. اولما، آیا میگه شما شکایت میکنین؟ ولما اصابتکم مصیبت، وقتی که رسید بر شما مصیبت ای مؤمنین در جنگ احد 70 تایتان شهید شد. قد اصبتم مثلها، در حالی که شما در بدر دو چندی از زیره به اونا رساندین، 70 تایشون کشتین، 70 تا را اسیر کردین. حالا بر شما چی شد؟ مصیبت یک چند رسیده. و هم که با شما میگه الله میگه ولما اصابتکم مصیبت که براتان رسید قلتم، شما گفتین ان هذا، این از کجا شد این مصیبت، این بلای مصیبت از کجا آمد، این شکست، در حالی که ما را الله وعده نصرت داده بود. قل بگوی پیامبر هو من عند انفسکم، این مصیبت از جانب خودتانه، یعنی سبب مصیبت شما شده. سبب چی است؟ اعمال انسان که نافرمانی پیامبر کردین، حریص شدین به غنیمت، میدان اعلا کردین، میدان جنگ. ان الله علی کل شیء قدیر، بدون شک الله به هر چیز قدرت داره، یعنی به این قدرت دارد که شما را نعمت بده، نصرت یا مصیبت، قدرت پیش الله این مصیبت آورد که دیگه خود اصلاح کنین، گناه نکنین. و ما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن الله، آنچه که رسید شما را یوم التقى، روزی که روبرو شد دو جماعت مسلمین و کفار، فباذن الله، به قضا و قدر الله بود، به اجازه الله بود. همین مصیبتی که به شما رسید 70 نفر شهید شد، این به اجازه الله، به اراده الله چیز نمیشه. و در یک حکمت آمد. حکمت چیست؟ ولیعلم المؤمنین، دیگه بسیار اهداف بود دیگه. به این خاطر واو که هست اینجا معطوف علیه محذوف است. بسیار گپا بود. یکیشی بود که آشکارا کن الله مؤمنینه که صبر میکنن، ثبات دارن در جنگ و متزلزل نمیشن از منافقین که بی صبر هستند. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. دایی به این خاطر الله میگه ما مصیبت آوردیم ولیعلم تا که آشکارا بکند الذين نافقوا، کسایی که منافق هستند، اهل نفاق، مثل عبدالله بن ابی بن سلول. او شناخته نمیشد، کل این میگفت تو این مسلمان قوی است. دم جنگ احد که شد دمیرا رفتن که 300 نفر بازگشت کرد. مردم گفت ما ایرا میگفتیم این چقدر شجاع هستی، ریشش خوب دراز بود، خب چقدری در شجاع است، خوب ریش کلان یا داره، ولی اینجا دهی امتحان گمش کردیم، چی شدی؟ گریخت پس رفت. مردم شناختش که بسیار بی غیرت بوده. این مصیبت هم میاریم که اگام تا در ظاهر بسیار شیرک میباشه، هیچ تو میکنیم، او هم میگو جنگ میکنیم، این میکنیم، بیار تو فارس شکست میتون. حالا فارس بان این یک مشترب شکست بده، یک قبیله آمده. وقتی که نزدیک شد
در نیم راه گفت ما را چی میکنید؟ ما کتی مردم جنگ کده کی میتونیم؟ دور خورد پس. مثل که در حکومت سابقه بود کلاگیریش لنگی داشت، نه؟ در مسجد ها جای نبود، هیچ معلوم نبود کی مولوی است کی نیست. کلاگی عالم مولوی، ملا صاحب فلانی، هر کس ملا میگفتن، به خاطر که لنگی داشت ریش داشت. الله یه حالت آورد که آل نماز میخوانی نمیخوانی، ریشتا میمانی نمیمانی، اسلام یاد میگیری نمیگیری. در وقت کلگی شعار میداد که تو راست و تو راست. اسلام تعریف میکردن. ولیعلم الذین نافقوا، تا آشکارا کند کسایی را که منافقت کردن، مثل عبدالله ابن ابی ابن سلول، اصحابش انخذلوا، که نصرت مسلمانان را ترک کردن یا موحد و بازگشت کردن از رسول الله صلی الله علیه و آله و کانوا نحو من 300 رجل، 300 نفر بودن. 300 نفر در بین مسلمانان منافق مؤمنین خبر نبود. همین امتحان که آمد معلوم شد. باز از برای از اینا مؤمنین گفت تعالوا قاتلوا المشرکین، مؤمنین برای از اینا گفت بین که بجنگین به همراه مشرکین به همراه ما، او ادفعوا، یا دفع کنین. چی معنا؟ دفعی که یک سیاهی لشکر خوشمین، اگر جنگ نمیکنی همیشه خوبیه که کافر ببینه این قضیه است. یا چی میگن؟ وقتی که رفتن قالوا، گفتن اینا ولیعلم الذین نافقوا وقیل لهم، گفته شد برشان تعالوا بین قاتلوا فی سبیل الله، بجنگین به خاطر حاکمیت دین الله، او ادفعوا، یا دفع کنین. دفعی که همونجا باشین دم پشت سر یک سیاهی لشکر شوین. قالوا، اینا چی گفتن؟ لو نعلم قتالا لاتبعناکم، منافقین گفت اگر ما میفهمیدیم جنگ کردن یاد میداشتیم حتمی ما تابعداری شما را میکنیم که تو نام میجنگیدیم، ولیکن نه نزون نکنه. ما گمان نمیکنیم که یکی میگفتن جنگ یاد نداریم، دیگه میگفتن که ما که یاد داریم، اگر یاد میداشتیم ما جنگ میکردیم حتمی. دوم میگفتن که جنگ منگ صورت نمیگیره، نرینم اونجا، اگر ما بفهمیم جنگ است باز میریم. اگر میفهمیدن که جنگ است مشرکین میاین، اگر نبیم در خانه معامله میکنن. مشرکین حرکت کرده بودن. یک معنایش می است که اگر ما میفهمیدیم که شما در جنگ میری حتمی میرفتیم، ولی ما یقین داشتیم که جنگ نمیشه. چی خبر که جنگ میشه؟ دوم معنایشی که ما همین طریقی جنگ یاد نداریم، آمادگی تمرین نشدیم، اگر میشدیم حتمی میکردیم. یعنی دعوت که داده شد دعوت سخت و نبی هم میره پیامبر و تو خود مؤمن میگی و پیامبر در جنگ است و در خانه چشتی خطرناک است. هم للکفر، آل الله می فرماید که این منافقین که است للکفر به اظهارشان از برای کفر یومئذ در امروز اقرب منهم للایمان، بسیار نزدیک بود از اینا کرده به ایمان، یعنی اینا نسبت به ایمان به کفر بسیار نزدیک بودن. که در جهاد نرفته، این گپه که میگن اگر ما جنگ میفهمیدیم، اینا به کفر نزدیک بودن از ایمان کردن، از ایمان بسیار دور بودن. چقدر خطرناک است ترک جهاد، به کفر نزدیک است. یقولون بافواههم، میگوین به دهنهای خدا آشکارا میکنن، ما لیس فی قلوبهم، اون چی که در دلش است را نمیگه، در دلش نفاق بی غیرتی ایناست، در زبان میگه که تو والله اعلم بما یکتمون، الله علم است با آنچه که اینا پنهان میکنن از نفاق و شرک. الذين قالوا لاخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادروا عن انفسكم الموت ان كنتم صادقین، کسایی که میگن به برادرای خودان در حالی که خودشان ششتگی هستند. چی میگن؟ لو اطاعونا، اگر اینا اطاعت ما را میکردن میششتن، ما قتلوا، کشته نمیشدن. اینا ما دور خوردیم کل ما جور تیار ششتیم. الله می فرماید قل بگوی پیامبر فادروا عن انفسکم الموت، دفع بکنین از نفسایتان مرگ را ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگین که در خانه بشینین مرگ نمیاد، حالا چرا در خانه میمرین خیلی شما؟ الذين قالوا لاخوانهم، کسایی که گفتن از برای برادرای خودان، الله میخواهد که این میار آشکارا کنه. ولیعلم الله ایضا المنافقین الذين قالوا، هم منافقینی که گفتن برای برادرای خودان. چی گفتن؟ و مثل خود از اونا بودن، یعنی برادر نسبی. وقد قعدوا عن القتال، در حالی که خودشان ششتگی است. لو اطاعونا، اگر همون کسایی که در اونجا شهید شدن اطاعت ما را میکردن، نصیحت ما را میشنیدن، بازگشت میکنن مثل که ما بازگشت کردیم،
از جنگ ما قتلوا کشته نمیشدن. چقدر الله واضح میگه. گفتیم میشان که اونجا نرین، حالت خراب است، کافرها زورشان قوی است، نشدن. قل بگوی پیامبر خیر اگه این گپ باشه که اونجا میری میموری، از برای منافقین ان کان عدم الخروج، اگر نرفتن در جنگ سبب نجات از مرگ میشه، فدفعوا عن انفسکم الموت، دفع کنین، دور بکنین از وجودتان مرگ را، ان کنتم صادقین، اگر شما راست میگین. هدف اینجا الله یارا زجر میته که شما میگین که اگر اونجا بریم میمریم، اینجا باشیم نمیمریم. الله میگه که قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیده. در قصرهای محکم هم باشی مرگ میاد. اگر در خانه نمیمری چرا اینجا نفر میمره؟ یعنی ما شما میبینیم که رادیو را که ببینی به اطلاع دوستان چقدر رسیدگی است، نه؟ فلانی خان ولد فلانی خان، نه؟ اعلان میکنم به اطلاع دوستان رسید جنازش به خاک سپاریده شد در فلانه جا بین. این قم مرده است. که در اونجا حتی مفسرین میگه که وقتی که اینا آمدن دم یک روز چندین تا از یا مرد، مرگ آمد متصر شد. الله گفت خیلی چرا اینجا این مرگ از جانتان دفع نمیکنین؟ پس از این فهمیده میشه که نه، مرگ تعیین است، ایمان بکار است. الله بر ما شما ثبات ایمان نصیب کند و الله مؤمنین در هر جای نصرت کند، کافرها را شکست بده. و صلی الله